بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که لعنت کردن مذموم است به حیوان و مردم و جامه و درخت و غیره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید مؤمن لعنت نمی کند. زن در سفر اشتر را لعنت کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت آن اشتر را لوچ کنید و بیرون کنید از قافله که آن ملعون لعنت کرده شده است. چند مدت آن اشتر می گشت، هیچ کس گیردی وی نمی گردید. یک بار ابوبکر صدیق از غیر قصد چیزی را لعنت کرد و در حال توبه کرد و در بدل آن غلامی را آزاد کرد. کسی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را گفت مرا وصیت کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لعنت مکن که لعنت کردن مؤمن به کشتن او برابر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.